میگویند سلام علیکم، تکبیر اولا برابر امام گفتن در کار یا بعد امام؟ و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. تکبیر اولا را بعد امام گفته میشه. در صحیح بخاری و مسلم در حدیث انس آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که انما جعل الامام لیؤتم به، امام گردانیده شد تا اینکه به وی اقتدا کرده شود. پیش نماز برای چی امام از کلمه پیشوا کرده شد، یعنی به نماز پیش نماز شد تا اینکه به وی اقتدا کرده شود. بعد در دوامش جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که فاذا کبر فکبروا، وقتی که امام الله اکبر که گفت پس شما الله اکبر گویید. امام که حرف رای الله اکبر را که تلفظ کرده شد، بعد شما الف الله اکبر را تلفظ کنید. فاذا کبر فکبروا، وقتی که امام الله اکبر که گفت پس شما الله اکبر گویید. فاذا رکع فارکعوا، اگر امام رکوع کند پس شما رکوع کنید. و اذا سجد فاسجدوا، اگر سجده کند پس سجده کنید. بنابراین صحابه ها میگفتند که ما تا جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم را در حالت سجده نبینیم سجده نمی کردیم. وقتی که امام الله اکبر گفته حرف را که تلفظ کرده شد، بعد از آن از قفای امام الله اکبر گفته میشد که این است معنای امام و مقتدی. اگر شما برابر امام اجرا کنید، اون امام چی معنا دارد؟ یگان معنا ندارد. باید بعد امام مقتدی باید اجرا کند.